شاید برای شما هم پیش اومده باشه که بعضی اوقات لباس‌ها بعد از شستشو بوی بد و نامطبوع میدن. این اتفاق یه دلیل خیلی مهم داره. دلیلش کثیف بودن لباسشویی. لباسشویی بعد از مدتی کثیف میشه و باعث بوی بد لباس‌ها میشه. برای حل این مشکل نیازی نیست لباسشویی رو باز کنی و کلی دردسر بکشی. به یک لیمو و خمیر دندون نیاز داری. اول لیمو رو به این صورت از وسط قاچ کن. بعد مقداری خمیر دندون به این صورت روی لیمو بریز. حالا در لباسشویی رو باز کن و به این صورت لیمو و خمیر دندون رو به تمام قسمت‌های در بکش تا آغشته بشه. بعد همون لیمو رو بنداز داخل لباسشویی و بذار روی دور 40 تا 50 دقیقه بچرخه. بعد از تموم شدن زمان چرخش در لباسشویی رو باز کن و نتیجه رو ببین. تمام قسمت‌های داخلی لباسشویی برق میزنه به همین راحتی بدون هزینه و در کمترین زمان ممکن. برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب یادت نره و حتما زنگوله رو فعال کن تا از ویدیوهای جدید با خبر باشی.